سلام دوستان، در این ویدیو میخوایم با سیمبولوژی و سمبل سازی در ArcGIS آشنا بشیم. همطور که قبلا ما با 2 تا لایه لاین و پلیگون کار کردیم، اینجا نزدیک هم لایه رو بهتون نمایش میدم. وقتی که روی هر لاین برید و روش کلیک بکنید، روی این نمادش سیمبل های مختلفی رو اینجا برای شما نمایش میده که شما هر کدوم رو که بزنید شکل شما به همون آیتمی که انتخاب کردید در میاد. اینجا میتونید رنگش رو عوض کنید، از نزدیک نشون بدم. رنگش رو میتونید عوض کنید، ضخامتش رو میتونید عوض کنید. اینجا میتونید ادیت سیمبل بزنید و یه باکسی باز میشه. اینجا خودتون میتونید یه سری طراحی ها رو انجام بدید بر اساس حالا خواسته که دارید برای اون لاین مورد نظرتون. این گزینه بالا هم گزینه‌های متفاوتی رو برای شما میاره که میتونید از اینها هم استفاده بکنید. من اینجوری به صورت هش هستش، اینجا ساده هستش، مارکدار هستش. حالا هر شکلی که مد نظرتون هستش میتونید از اینجا تغییرش بدید، بسازیدش و شخصی سازیش کنید. یا اینکه میتونید از این حالتهای دیفالت که برای ازری هستش، همینطور اسمش رو که اینجا میبینید برای ازری هستش، از اینها استفاده کنید. برای در واقع پلیگونمون هم همینطور، وقتی که روی پلیگون میزنید باکسی برای شما باز میشه. میتونید رنگش رو در واقع ضخامتش رو، بعد رنگ حتی اون ضخامتی که دور تا دور در واقع لایتون هستش، هم خود ضخامت هم رنگ دور تا دور این لایه‌ای که برای پلیگونتون هستش رو میتونید انتخاب بکنید. میتونید از این در واقع دیفالت هایی که اینجا هستن استفاده کنید. دیفالت هایی که برای سمبل های دیفالتی که برای خود ازری هستن، میتونید از اینا استفاده کنید. حتی میتونید رنگش رو خودتون به دلخواه عوض کنید. میتونید اینجا رنگش رو عوض کنید و به این ترتیب ادیت سیمبل هم مثل در واقع حالت لاین میتونید مدل های مختلف رو، مارکت دار، لاین دار، یا اینکه ساده، یا اینکه به این صورت با این ترکیب رنگ بیاد، با هر مدلی که دوست داشتید میتونید توی این قسمت بیارید. حالا یه زمانی شما میخواین که یک سری سیمبل هایی رو جایی تعریف کردید و میخواین بیاین روی صفحتون بشینه و ازشون استفاده کنید. اینو از کجا باید بیارید؟ این گزینه بالا، کاستومایز، قسمت استایل منیجر، این رو میزنید. همچین باکسی برای شما باز میشه. توی این قسمت استایل که میزنید، تمام نام های متفاوتی که از استایل های مختلف هستش اینجا هستش. برای ما شما ببینید چون ازری فعال بودش، اینجا ازری تیک خورده. گزینه های دیگه میتونید بیارید. اینجا میتونید اد بکنید اون چیزی که حالا توی مسیر دیگه ای دارید و تعریف کردید قبلا، میتونید اون رو بیارید به این صورت. میتونید استایل های جدیدی که روی صفحه در واقع تعریف کردید و اینجا کرییت نیو استایل بزنید و اینجا یه خروجی ازش بگیرید و به این ترتیب از استایل ها استفاده کنید، یا اینکه چیز جدیدی بسازید، یا از استایلی که جایی قبلا تعریف شده به کارتون استفاده کنید. اینجا تو این باکس اگه ببینید، من از نزدیک هم نمایششون بدم. ببینید ازری که قبلا به صورت دیفالت بوده اینجا تو این باکس نمایش داده میشه. ببینید تمام رو هر کدوم از پوشه ها که برید این تعریف ها رو قبلا ازری از استایل های مختلف انجام داده و در واقع شما میتونید از همه اینها برای کارتون استفاده کنید. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه.